سریا رحمت‌اللهی‌وا ساکن جماعت استقلال ناحیه سپیتامین است. نامبرده مادری 3 فرزند بوده. 2 کودکش علت فلج مغزی دارند. علاوه بر عذاب بیماری فرزندان، سریا 6 سال باز بار زندگی را در تنهایی میکشد. زیرا شوهرش شهرت ستیموف سال 2019 با جرم پیروی به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی به مدت 14 سال از آزادی محروم شد. همصحبت ما گفت شوهرش سال 2013 به مهاجرت مهنتی رفت. آن زمان آنها 1 فرزند معیوب داشتند و پدر میخواست پولی بیشتر کار کرده پسرش را تبابت کند. اما در مهاجرت به دام گروه‌های افراطی افتاده گمراه شد. زمانی که مسئولین مقامات طلب کردند شهرت به وطن برگردد، او از ترس جوابگر شدن نه به تاجیکستان بلکه به ترکیه رفت. در دولت ترکیه زندگی کردیم و 2 فرزندم در آنجا به دنیا آمدند. در آنجا حیاتمان خوب بود، اما میلیسه ها با بعضی سبب ها بازداشت کردند. دلمراد ستیموف پدر شهرت است. به گفته او گمراه شدن فرزندش والدان را در سر پیری سرسان و بیمار کرده است. این پدر گفت زمانی که پسرش در روسیه مهاجر بود با راهنمایی مبلغان افراطی به نمازخوانی و دیگر ترغیبات دینی مشغول شده است. آوازه ها اطراف نام شهرت زیاد می شود. همین خیلی گپ شنیدیم که وای نماز بمیرد اوجه علی چخل گپ رویله شوندم ده سونی پسر کلانما اینجا کار کرد. من گفتم رفته ها گپ هر خیل شونداسیم 3 گپ تو رفت گفتم بین اگر اوکات اینجا باشد فرسون خانه با گفتم سونی سال 13 بود سال 15 و جیغ زده امنیت و گجانده پسرتون همین خیل سونی اینجا شوشو شد که وای بچه ها سوریه و گذاشته برفته اگه بود. من گفتم این خیلی شدنش ممکن نیست آخه. حبیبه سلیمووا مادر شهرت ستیموف است. او بعد زندانی شدن پسرش به بیماری دل و فشار بلندی گرفتار شده است. این مادر میگوید در شهرت یگان بار عقیده های افراطی را احساس نکرده بود، زیرا فرزندش زمانی که در دهه میزیست حتی نماز نمیخواند. سلیمووا با وجود بیماری مهنت می کند تا در تأمین 3 نویره از پدر زنده جدایش کمک کند. این مادر امید دارد روز پسرش صحت سلامت به خانه برمیگردد. قامتتان را بلند کرده گردید. ما یگان کاری بد نکرده ایم. به خانه یگان زن با نیتی بد ندر آمده ایم. خانه یگان کس را ویران و ولنگار نکرده ایم. ما فقط نمازهایمان را نافهمیده خطا خوانده ایم. گفت فرزندم. من از شرم به کوچه ها نمی برآمدم. ولی فرزندم گفت که زیغ نشوید و حالا روزهای خوب در پیشند. سریا میگوید برایش جواب دادن به سوال پدرم کی می آید فرزندان دشوار است، زیرا فرزندانش مجبورند 8 سال دیگر پاسخ این سوال را از مادر پرسند. حالا 2 پسرش نمیدانند که پدرشان در محبس است، ولی دخترچه اش آگاه است و رسمهای زیاد را به خاطر به پدر تحفه کردن میکشد. دخترچه ام با من برای دیدن پدرش می رود و می داند که پدرش در محبس است. زیغ می شود، گریه می کند. شوهرم هم از کرده اش پشیمان شده نشسته است. محمد جانزاده جهانگیر معاون رئیس جماعت استقلال ناحیه سپیتامین است. او گفت همگی 6 نفر ساکنان این جماعت با جرم پیروی به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در جستجوی رسمی قرار دارند. 6 نفر از گفتگو رسمی قرار دارند. 6 نفر از دهه سفید تپه. یک جای با امام خطیبان، فعالان دهه، رئیسان کمیته محله ها در 3-7 محله موجود می باشد. در آن با اهالی همون کوچه ها و واخوری ها دور می گردیم. سریا نگران است که بر ضمن از مهر و تربیه پدر محروم ماندن فرزندانش 2 پسر بیمارش را با علت تنگدستی نمیتواند تبابت کند. این زن میگوید اگر پدرش گمراه و محبسی نمیشد
احتمال تا امروز فرزندانش را تبابت میکرد. حالا فصل تابستان است. اما سریا الکی غم زمستان را میخورد، زیرا به نانآوری آیله زندگی دوچند وزنین است و خریداری هیزم و انگشت در زمستان برایش گرانی میکند.